بچه نمیگیرم و خدمت کردگی نیست نگاد نگفته رفیق کمانگیر گوش کن یه چی پرسن مایلش همین یه چی من نمیفهمم به من بفهمونید چیه آخی منه عسکری گریزی عسکری نبیایی مثال بعد عسکری نبیایی خودت گودنی و این بلیت میتن نگودنی درست انا اکن وقتی که خودت بیایی خدمت کنی خودت نگودنی و این بلیت گودنی اویستا غریب شو یا غریب شو چند سال خدمت میکنی؟ من وتران شدم ملکه 4 سال شد بعد خونه تو نمیری؟ آخه همین نوبتی من بدبخت میشد که و این بلیتشون تمام میشد اینو انا جری من باشی پگا توی گروم همه کسا میری حافظاش کی؟ حافظاش باید کو کی؟ خونی ما هم با کشال کو کی؟ خونی ما هم با هسته کو خونی هم موتون با هسته کشال میکنیم کو کیه یو؟ ترزه با کشال میکنه هفته و ندراد میگویم کو های کیه یو خی؟ پرده لیکن وای زور میخونه پرده انا وای توی زور روزی دیگهش با حشر خونی کماندیر با فونده میریزی میریم همه کسا خاموش دروغ نگوی کماندیری بیچاره 80 90 100 تومان معاش میگیرد و از کجا میارد که خانه میسازد شما نمیدونید البته نمیدونم من گپ زنم گپ زن خیتری شما یاد نگیری چیکار میکنن و این بلیت میفروشه خب سرنا عسکری قطاری فیضلیو این هستم با آشخانه شگا مرش با آشخانه شگا مرش 1 2 1 2 خب شما نسبت افسران چه تمانیات دارید عسکری قطاری غریب شاه امروز میدونید چی روز است کدام روز روز ماه یعنی هر سال همین شب روز کم کم خونیکی میشد کو روز ماه میشد آش میتن اون سال هم خیلی آشی بمزنه که گشتش نبود نکنه خب عسکری قطاری خلیلوف شما نسبت جوان مردانی که تا این دم به خدمت دعوت نشدن چه گفتنی های دارید با جوانان جمهوری تاجیکستان با جوانان جمهوری تاجیکستان گفتنی ها رو دارم که بیاید مردک واری را که ما خدمت کنن چه اینا ما مردک واری خدمت کردیم کو ما را ایشکی نمیزنن ما خودمون میغلدیم در پیش پای دیمبولا اینا شری نربی گریانه که ما با اومدی تیمه میجاده گفت که در قسم نظامی ما ترتیب انتظام با درجه اولی دینشاو انی متر بلندی چه تو سغلطی دی اومده زد ترپست که رفت در 6 نفر دبلو سرت یاردم با اومدن نه یاردم دادن هوای چی گفتن انا با تو من با تو گفتن چی گفتن چی یاردم کردن تو نه شکلاتم دادن گفتم من این شکلات بگی نه که دینا شب همین شکلات دادن که تو سهر خونه را عسکری قطاری خلیلوف این بکلاشکه برای چی؟ آوی تورات من отделение равняйсь сыра налево направо кругом کروگم رفیق کماندی یا دیونا چی ای روی ما میگیری؟ خیالت که من نمیده ماتیل زیرش میدونم عسکری قطاری غریب شاه کمانده بلا کروگم عسکری قطاری عزیموف لبای به طرف چپ با کازارما بگو مرش همین کماندیر چند روز کماندیروفکا به خونش نرفته اویلش قریب فراموش کنه خونه برفته اکو زنش عقفا گفته که عزیزه کم گفته بازنش میدونی چی گفته اوه رفیق پرا پرچه با آمدی می گفته
بیا یک سرود خونی ها تو آمدنی همونه هوای بیا با نابد نمیرسم میگن کو اوچم اومدن تنی اوچی اوتی من خبرگیری آمده منه آن آمده کانی دیه انا سردت بچمه در قد پست جانمه در تل پکو در کمانی کتف جانمه در تل پکو در کمانی کتف جانمه تو گردن نکج نگی به پیشی آچته تو گردن نکج نگی به پیشی آچته جان بچه جان بچه جان در گردن کجین تیزاره جانمه در گردن کجین تیزاره جانمه بالا شده یا نه پرده شده 75 کیلو بودم 53 کیلو شدم ای آچای جان چی با کلامم کردی این استود گفتی خدمت روانم کردی این استود گفتی خدمت روانم کردی این خدمت گفتگید جدا زور بوده این خدمت گفتگید جدا زور بوده ای آچای جان ای آتای جان شو جایو دلیر نیو چوما شدنی شو جایو دلیر نیو چوما شدنی چوماش چیه؟ زیر شدگی شیری نر دستک زنی و پازنی هایت مرا کشت چشمانی خماری و نگاهت مرا کشت چشمانی خماری و نگاهت مرا کشت از خانه به بچه مکدو آوردمه از خانه به بچه